عوامل خارجی و داخلی با ایجاد نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی سلولهای زنده را به سمت نابسامانی و بیماری سوق می‌دهند. این نابرابری‌ها به اشکال کلی زیر بروز پیدا می‌کنند. 1. نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی کروموزوم‌ها. قبلا توضیح داده شد که دو دسته 23 تایی کروموزوم‌های سلولهای انسانی باید یک زوج کامل باشند. یعنی در زمان استراحت از جهت حجم و میزان انرژی بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی کاملا برابر و از جهت قطبین سلولی کاملا مخالف باشند و گفتیم سیستم کنترل اتوماتیک سلولی همیشه این برابری را ایجاد و محافظت می‌کند. در صورتی که تأثیر مداوم عوامل نابرابر کننده داخلی و خارجی بر سلول‌ها و کروموزوم‌ها بیشتر از قدرت برابر کننده سلول شود، نابرابری ایجاد می‌گردد. نابرابری کروموزومیک معمولاً به اشکال زیر بروز می‌کند. الف، نابرابری بیوالکتریکی مثبت. در این شکل از نابرابری اگر کروموزوم 1A دارای بار الکتریکی B علاوه 5 نانوولت است، بار الکتریکی کروموزوم 1B کمتر از منهای 5 خواهد بود. B. نابرابری بیوالکتریکی منفی. در این شکل از نابرابری اگر کروموزوم 1A دارای بار الکتریکی B علاوه 5 نانوولت است، بار الکتریکی کروموزوم 1B بیشتر از منهای 5 خواهد بود. جیم، نابرابری بیوالکترومغناطیسی مثبت. در این شکل از نابرابری اگر کروموزوم 1A دارای بار بیوالکترومغناطیسی B علاوه 5 نانوهاست است، بار الکترومغناطیسی کروموزوم 1B کمتر از منهای 5 نانوهاست خواهد بود. دال، نابرابری بیوالکترومغناطیسی منفی. در این شکل از نابرابری اگر کروموزوم 1A دارای بار بیوالکترومغناطیسی B علاوه 5 نانوهاست است، بار الکترومغناطیسی کروموزوم 1B بیشتر از 5 نانوهاست خواهد بود. میم، نابرابری بیوالکتریکی معکوس. در این دسته از نابرابری‌ها که به صورت نادر پیش می‌آید، کروموزوم 1A که باید دارای بار بیوالکتریکی B علاوه 5 نانوولت باشد، معکوس می‌شود و بار بیوالکتریکی آن منهای 5 نانوولت می‌شود و کروموزوم 1B که باید دارای بار بیوالکتریکی منهای 5 میلی ولت باشد، معکوس شده و بار بیوالکتریکی آن به علاوه 5 میلی ولت می‌شود. نابرابری بیوالکترومغناطیسی معکوس. در این دسته از نابرابری‌ها که به صورت نادر پیش می‌آید، کروموزوم 1A که باید دارای بار بیوالکترومغناطیسی به علاوه 5 نانوهاست باشد، معکوس می‌شود و بار بیوالکترومغناطیسی آن منهای 5 نانوهاست می‌شود و کروموزوم 1B که باید دارای بار بیوالکترومغناطیسی منهای 5 نانوهاست باشد، معکوس شده و بار بیوالکترومغناطیسی آن به علاوه 5 نانوهاست می‌شود. نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی کروموزوم‌ها ممکن است انفرادی یا ترکیبی باشد. در شکل انفرادی ممکن است همه کروموزوم‌ها یک نوع نابرابری داشته باشند. مثلا همه 23 زوج کروموزوم‌ها نابرابری بیوالکتریکی مثبت داشته باشند. در شکل ترکیبی ممکن است هر کدام از کروموزوم‌ها یک نوع نابرابری داشته باشند. مثلا کروموزوم دسته 1 نابرابری بیوالکتریکی مثبت، دسته 2 نابرابری بیوالکتریکی منفی، دسته 3 نابرابری بیوالکترومغناطیسی مثبت و دسته 4 نابرابری بیوالکترومغناطیسی منفی داشته باشند. نکته مهم، اختلاف پتانسیل بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی بیوالکترومغناطیسی معکوس نابرابری بسیار شدیدی است و معمولاً باعث فعال شدن سیگنال مرگ و خودکشی سلول یا آپوپتوزه می شود. در صورتی که حین این جابجایی و معکوس شدن اختلاف پتانسیل سلول خودکشی نکند، دچار اختلالات بیوالکترومغناطیسی شدید شده و از کنترل سیستم کنترل مرکزی موجود زنده خارج می شود و به عنوان یک سلول طاغی و سرکش عامل اصلی بسیاری از بیماری‌های کشنده و خطرناک می شود. به نظر می رسد که نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی کروموزوم‌ها عامل حداقل 20% از بیماری‌های بسیار پیچیده و سخت می باشد. شدیدترین و کشنده‌ترین بیماری این دسته از نابرابری‌ها انواع سرطان‌ها می باشد که شرح کامل آن در مبحث اصول بنیادین بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی سرطان خواهد آمد. 2. نابرابری بیوالکتریکی دیوارهای سلولی. همانگونه که قبلا توضیح داده شد،
سلول و ارگان‌های داخلی آن به وسیله دیوارهای از محیط پیرامون خویش جدا می‌شوند. این دیوارها معمولاً دو لایه است. پوسته داخلی این لایه و پوسته خارجی آن دارای اختلاف پتانسیل است. در صورتی که اختلاف پتانسیل پوسته داخلی و خارجی در حال استراحت از جهت حجم و میزان کاملا برابر و از جهت قطبین کاملا مخالف باشد، برابری برقرار است. در صورتی که اختلاف پتانسیل هر کدام از پوسته‌های داخلی و خارجی حجم و میزان نابرابر و قطبین غیر دقیق داشته باشند، نابرابری بیوالکتریکی دیوارهای سلولی به وجود می‌آید. این نابرابری به اشکال کلی زیر بروز پیدا می‌کنند. الف نابرابری بیوالکتریکی منفی. در این دسته از نابرابری‌ها اگر پوسته خارجی سلول دارای بار بیوالکترومغناطیسی به علاوه 60 میلی ولت است، پوسته داخلی آن بیشتر از منهای 60 میلی ولت خواهد بود. به نابرابری بیوالکتریکی مثبت. در این دسته از نابرابری‌ها اگر پوسته خارجی سلول دارای بار بیوالکتریکی به علاوه 60 میلی ولت است، پوسته داخلی آن کمتر از منهای 60 میلی ولت خواهد بود. جیم نابرابری بیوالکتریکی معکوس. در این دسته از نابرابری‌ها پوسته خارجی سلول که باید دارای بار بیوالکتریکی مثبت باشد منفی می شود و برعکس پوسته داخلی آن که باید منفی باشد مثبت می شود. 3. نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی کانال‌های سلولی. کانال‌های اصلی سلول و کانال‌های تمام ارگان‌های داخل سلولی دو بخش اصلی داخلی و خارجی دارد که هر بخش به دو شکل بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی عمل می‌کند. فعالیت دقیق و کامل این کانال‌ها مستلزم برابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی بخش داخلی و خارجی در زمان استراحت میباشد. سیستم کنترل اتوماتیک سلولی همیشه این برابری را ایجاد و از آن محافظت می‌کند. در صورت غلبه عوامل نابرابر کننده داخلی و خارجی بر ظرفیت برابر کننده سلولی، نابرابری کانال‌های سلولی به وجود می‌آید. این نابرابری به اشکال کلی زیر بروز پیدا می‌کند. الف نابرابری بیوالکتریکی مثبت. ب نابرابری بیوالکتریکی منفی. ج نابرابری بیوالکتریکی معکوس. د نابرابری بیوالکتریکی مثبت. م نابرابری بیوالکترومغناطیسی منفی و ه نابرابری بیوالکترومغناطیسی معکوس. چگونگی این نابرابری ها شبیه نابرابری بخش کروموزوم و دیوارهای سلولی هست که شرح آن در دو بخش قبلی آمده است. نکته مهم یک، نابرابری دیوارها و کانال‌های سلولی در بسیار از موارد تأثیر متقابل بر یکدیگر می‌گذارند، زیرا پایه این کانال‌ها روی دیوارهای سلولی قرار دارد، ولی ممکن است این دو نسبت به هم در نابرابری‌های معکوس نیز قرار گیرند. نکته مهم دو، ممکن است دیوارها و کانال‌های سلولی در داخل یک سلول نابرابری ترکیبی از همه انواع نابرابری‌ها را داشته باشند. به نظر می‌رسد نابرابری دیوارها و کانال‌های سلولی عامل نزدیک به 50% از بیماری‌ها باشد. مجموعه بیماری‌هایی که ناشی از کمی و یا زیادی عناصر مورد نیاز ارگان‌های موجود زنده باشد، شامل نابسامانی‌های هورمونی، آنزیمی، ویتامینی، پروتئینی و نابسامانی‌های دیگر در این زمینه حاصل این دسته از نابرابری سلولی باشد. 4. نابرابری بیوالکترومغناطیسی قطبین سلولی. قبلا گفته شد که میدان بیوالکترومغناطیسی قطبین سلولی در زمان استراحت باید از جهت حجم و میزان کاملا برابر و از جهت قطبین کاملا مخالف باشد تا تعادل کامل در این بخش به وجود آید. در صورتی که تأثیر عوامل نابرابر کننده داخلی و خارجی بیشتر از ظرفیت برابر کنندگی سلول شود، به تدریج نابرابری بیوالکترومغناطیسی قطبین سلولی به وجود می‌آید. انواع این نابرابری به شرح زیر است. الف نابرابری بیوالکترومغناطیسی مثبت. در این دسته از نابرابری اگر قطب شمالی سلول دارای منهای 10 نانوهاست است، قطب جنوبی آن بیشتر از به علاوه 10 نانوهاست می‌شود. ب نابرابری بیوالکترومغناطیسی منفی. در این دسته از نابرابری‌ها اگر قطب شمالی سلول دارای منهای 10 نانوهاست است، قطب جنوبی آن کمتر از به علاوه 10 نانوهاست می‌شود. ج نابرابری بیوالکترومغناطیسی معکوس. در این دسته از نابرابری‌ها قطب شمالی سلول که باید دارای بار منفی باشد مثبت می‌شود و قطب جنوبی که باید دارای بار مثبت باشد منفی می‌شود. د نابرابری بیوالکترومغناطیسی نامتقارن منفی. در این دسته از نابرابری‌ها دو سر سلول یک قطبی و شمالی می‌شود. م نابرابری بیوالکترومغناطیسی نامتقارن مثبت. در این دسته از نابرابری‌ها دو سر سلول یک قطبی و جنوبی می‌شود. نکته مهم،
نابرابری کلی قطبین سلولی می تواند از نابرابری قطبین هر کدام از ارگانهای داخل سلولی نشأت گیرد. به نظر می رسد نابرابری های قطبین سلولی عامل نزدیک به 20% از بیماری های نسبتاً سخت و مدر می باشد که بیماری های مغز و اعصاب و همچنین انسداد عروق از جمله آنان است که شرح آن در اصول بنیادین بیوالکتریکی انسداد عروق خواهد آمد.